در گرد فرزند حضرت نوح برادرای عزیز گوش اندازین. سوره هود آیت 45 46 و 47 سه آیت در اطراف این چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. برادرای عزیز وقتی که حضرت نوح از طوفان نجات یافت و بچه‌ش کنعان که ما اگر یادتون باشد سام و حام و یافیس و کنعان، این بچه حضرت نوح بود. اون سه نفرش گویم ایمان آوردن و یگانه فرزندی که از پدر اطاعت نکرد همین کنعان بود. وقتی حضرت نوح گویم به خشکی رسید، آب از زمین کشید نابود کرد، حضرت نوح میگه پروردگارش در مناجات کرد. چی گفت؟ گفت پروردگارا کنعان بچم بود کو و الله مهربان شما گفته بودین که از اهلی تو کسی را نابود نمیکنم. چی شد که کنعان هلاک شد؟ و تو احکم الحاکمینی، وعده های تو حق است. دوامی آیت گوش کن. قال یا نوح، الله مهربان اتابش کرد، گفت ای نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لك به علم اینی اعیذک ان تکون من الجاهلین. الله مهربان گفت ای نوح کنعان از اهل تو نیست. کنعان را فرزند مخواه، زیرا که کنعان به عملهای غیر صالح چنگ زد و او از اطاعت و از عبادت منم، از اطاعت تو هم و سرکشی کرد. برادرای عزیز و گرامی، الله وعیدش کرد، گفت مادام در چیزی که علم نداری او را از من نپرس و من تو را آگاه میکنم تا که تو بخبر نمانی. مقصد این برادرای عزیز که الله مهربان میگه وقتی اگر بینین در آیت قرآن خواندیم که زن حضرت نوح، حضرت لوط، وقتی الله مهربان حکم اونها را خواند، در دام آیت گفت که از دست نوح و لوط هیچ چیزی نمیاد که اینها را از عذاب من خلاص کند. اینها حتما عذاب را میچشند اگرچه اینها پیغمبر هم باشند در پیش من. لیکن همچنان نوح را هم گفت که اگرچه بچه تو هم که باشد، مادامی که سرکشی کرد، مادامی که اطاعت تو را نکرد، او را ما از خاندان تو خط زدیم، او را ما همراه نفرهای بیدین و بیدیانت روز قیامت حشر میکنیم و از دست تو هیچ چیز هم نمی آید و تو را خلاص کرده هم نمیتانی و دان که او دیگر فرزند تو نیست. برادرای عزیز، وقتی این عتاب الله مهربان به نوح کرد، البته این پیغمبرا از عتاب الهی، از وعید الهی، از جباری و قهاری الله مهربان می ترسیدن. وقتی این جواب که از الله گرفت، بعد او چی گفت؟ قال ربی ان اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکو من الخاسرین. گفت پروردگارا، گفت به سوی تو پناه طلب میکنم
از این سوالی که در او علمی من نبود، فهمشی من نبود، من نمیدانستم که مقصد تگی کارده چی گپ است. من این میدانستم که کنعان بچم است، ولی به سبب اینه که اطاعت نکرد، عبادت نکرد، حکم او چی می شود، من که از این علم نداشتم و آگاهی نداشتم در راست فرزندی خودم، پس پناه طلب میکنم از این سوالی که به سوی تو کردم. الله مهربان، اگر مغفرتم نکنی، اگر به جانم رحم نکنی، اکو من الخاسرین، من از زمره آدمانی ذلیل خار شده در پیش تو میشم. یعنی برادر عزیز پناه طلب کرد به سوی الله مهربان از این سوالی که از الله کرد. پس برادران معلوم شد که زن و فرزند حضرت نوح، کنعانش یک بچهش همراه زنش، اینها از دنیا ایمان نبردن. یعنی اینها روز قیامت همراه همون آدمای بی ایمان حشر میشوند و جزا میگیرن. ولی برادر عزیز اینجا در یک نکته دیگر هم نگفته نگذاریم. عزیزای خدا میگن علتی یا سببی بی دیانت گشتنی بچه حضرت نوح ای از همنشینهاش میگن این بی ایمانی و این عتاب الله مهربان میبیند از حساب همنشینها. حسین واعظ کاشفی میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. برادر عزیز، یعنی از خاندان نبوت دور شدن بچه حضرت نوح میگه سببش این بود که با بدان بنشست، به آدمانی که اونها لایق نشستن ندارن، یعنی اونها بسیار آدمای بدتینت هستند، آدمای بدسیگال هستند، آدمای رذیل هستند که همنشینی اونها برای ما و شما هم در دنیا ما خطر دارد، هم در آخرت ما خطر دارد. حضرت در دوامش میگو که با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. میگو بچم با بدان ننشینین، با آدمایی که سیرت و اخلاق و گفتار و کردارشان بسیار زیشته، با اونها همنشین نباشین که اگر چند پاک هم باشی، اگر چند بچه پیغمبر هم که باشی، تأثیر اونها در تو میرسه. حتی مثال زیبا هم گفت آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. آفتابی که این پاک زیبا تازه، وقتی ابر با او همنشین می شود دیدین که دنیا تاریک می شود. برای همین از این صحبت هم دادرها و خواهرای عزیز در انتخاب همنشین هاتان، دوگانه هاتان بسیار اهمیت این که شما با کیها رفت و آمد دارید، با کیها همنشینین، زیرا حتما و تأثیرش در شما میرساند. حتما. الله مهربان توفیق تیاتو ما و شما را باز هم هدایت کند.